سلام آقای رضایی، خیلی خوش اومدید به برنامه 8 صبح و دوست دارم امروز در مورد برنامه 8 صبح نظرتون رو بگید و چه احساسی دارید که تو این برنامه هستید. سلام مریم جان، تشکر از شما. من بسیار خوشحال هستم که در این برنامه بسیار وزین و پربار امروز اینجا آمدیم. بسیار یک برنامه خوبی بود، در واقع تقدیر از نخبگان جامعه ما در بخش‌های مختلف و طبیعتاً بسیار خوشحال هستم. تشکر. چه توصیه‌ای برای جوانان افغانستان دارید که خب با وجود مشکلات و تمام سختی‌هایی که داشتن از مهاجرت و خب امید خودشون و انگیزه خودشون رو بتونن حفظ کنن؟ به نظر از ما جوانان خب 100% باید انگیزه داشته باشیم. یعنی استرالیا یک کشوری هست که همه اپورتونیتی ها، همه فرصت ها برای همه ما فراهم هست و چه خوب است که از این فرصت ها استفاده بکنیم. حالا در هر بخشی که جوانان دوست دارن، حالا بخش هنر است، بخش مسائل های هر بخش درسی که هست تلاش بکنن و ما مطمئن هستم به بهترین جای ممکن که آرزویش داشته باشن میرسن.